و مسئله دوم که سوال شدیم، اعضای بدن را، آیا بعضی از قسمهای بدن را، جسم را فروختن جایز است یا نیست؟ به مانند گرده یا که به مانند دیگر اعضایی که از انسان جدا کرده می شود در حالتی که خود انسان بعد از جدا شدن نمی مرد. بارک الله فیکم برادران عزیز. این هم شرط دارد، یعنی تفصیل دارد. ما عموما یک باره جایز است هم نمیگوییم، جایز نیست هم نمیگوییم. ما میگوییم در حالتی که ضرورت هست به همین چیز یک مرد به فرزند خودش میبخشد، به مادرش، به خواهرش، چخیلی که در مسئله خون گفتیم، در این حالت جایز است. مثلا یک فرزند پدر دارد و پدرش از سبب گرده بیستری هست و به اون گرده لازم است، یک گرده لازم است. اگر این گرده به پدرش گذاشته نشود پدر از حیات می رود. اما دکترها، مقصد طبیبها میگن که اگر یک گرده باشد، یک گرده یابیم، این پدر زنده موندنش ممکن است. در این حالت پسر گرده خود را به پدرش یک تا گرده را دادن جایز است. اینچنین به مادرش یا برادرش یا که به خواهرش، یک کسی که میمرد به خاطر الله یک گرده خود را میدهد تا که وی را نجات دهد، جایز است. اما از سبب پولدار شوی به خاطر بای شدن، یک انسان کمبغل است، میخواهد که پولدار شود، گرده خود را به اکسیون میگذارد، به تجارت میگذارد، به بیع میگذارد. این حرام است. یعنی اصل در فروختن خون و اصل در فروختن جسم و اعضا این حرام است. اصل شریعت حرام کرده است. برای چی؟ برای که شرط خرید و فروش این است که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند ولا تبع ما لیس عندک. آن چیزی که تو صاحبش نیستی، آن چیزی که تو مالکش نیستی، اون رو نفروش. فروختن هم حق نداری. البته این جسمی که ما داریم و این خونی که در بدن ما است، ما صاحب این خون نیستیم و صاحب این جسم نیستیم. صاحب این جسم الله است و این جسم در نزد ما امانت است. برای همین است که فروختن جسم، یکی از اعضای جسم یا که خون حرام است، الا یعنی مگرم در حالت ضروری، به این سخت ضرور شدن که پدر شما، مادر، فرزند شما در حالت مرگ است. در این حالت اگر شما کمک کنید شما نمیمیرید، در این حالت جایز است. یعنی کمی خون میتید، خون در خودتون هم است، خودتون هم زنده میمونید، فرزند شما هم زنده میموند، یا پدر شما، مادر شما. یک گرده میتید، شما هم زنده میمونید و هم زنده میموند، در این حالت جایز است. اما شما یک اعضای جسم خود به کسی دیگر تید، در این حالت خودتون مرگ به سراغتون آید، در این حالت حرام است، جایز نیست. پس صاحب جسم ما نیستیم، صاحب این جسم الله هست. برای همین بعد از مردن انسان هم گرفتن اعضای انسان به اجازه ولی اون جایز نیست و حرام است. چرا که الله سبحانه و تعالی گفته است که ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم را مکرم خلق کردیم. بینوت مکرم است، شریف است و هیچ وقتا هم این جسم شریف و کریم عرض تجارت نمی شود، خرید فروش نمی شود. بارک الله.